یک طرفه ایستادن یا انتقال وزن روی یک پا، یک طرفه نشستن پشت صندلی و فرمون، حمل کوله پشتی های سنگین به صورت یک طرفه، به یک پهلو خوابیدن برای مدت طولانی. میدونستی کنار نذاشتن این عادات غلط تو رو مبتلا به ناهنجاری کج‌پشتی یا همون اسکولیوز خواهد کرد؟ اسکولیوز یعنی انحراف جانبی ستون فقرات به همراه چرخش مهره ها که در حالت اول امکان داره قوس اولیه فقط در یک ناحیه باشه، یا گردنتون یا پشتتون یا کمرتون. در صورت داشتن یکی از این قوس ها و درمان نکردن اون، امکان به وجود اومدن قوس های جبرانی دیگه هم براتون وجود خواهد داشت.